این برنامه میخوایم از یکی از طرحهای جدید نفوذ به نظام ولایت رونمایی کنیم. کلتو ببخشید. کلتو کیکه؟ نه بابا اون قدیمیه. فهمیدم. استاکس نته؟ نه مجازی نیست، حقیقیه بابا. دیپلماسی پینگ پونگ هسته؟ اصلا وایسه بذار خودم رونمایی میکنم. همبرگر مکدونالد. خب بگو یوتو ما رو گرفتی یا تبلیغ مکدونالد هسته؟ بابا تبلیغ چیه دیگه؟ طرح نفوذه. این که فقط ساندویچ نیست که. مکدونالد صرفاً یک فست فود فروشی نیست، بلکه نمادی از یک سبک زندگی تمام عیار آمریکایی است و اگر در یک جامعه مظاهر زندگی آمریکایی فراوان و غالب شد، ارزش‌های فراوانی را با خود از بین خواهد برد که اصلی ترین آنها ارزش استکبار ستیزی است و آمریکا به فراموشی ارزش استکبار ستیزی در ایران بسیار نیازمند است. این چیزی که شما میگید همبرگر هسته چطور میتونه نفوذ بره تو نظام؟ الان توضیح میدم. مثلا الان این مارمولک رو نگاه کن، در حال استکبار ستیزیه. همین که یه بیگ مگی وارد بشه. چی مگ هستن اینه؟ بیگ مگ دیگه، اصلا این ولی دو طبقه‌اش، یکی همچی بزرگتره. همین که یکی از اینا بخوره، به ناگهان استکبار ستیزیش که فراموش میشه، هیچی دیگه، به جای شعار مرگ بر آمریکا میگه لبیک یا مکدونالد. با یه گاز دودمانشه برباد دادنه هستنه. این چی بودی؟ مک بودی که به روزش انداختنه؟ اینجا دیگه وارد بحث کارشناسی بشیم. میریم سراغ آیت الله فلافل که خودش دارن تجربه داره و علتش رو توضیح میده. بریم. وقتی نمادهای فرهنگ آمریکایی رو شما جستجو میکنید، یکی از مهمترین و مشهورترینش مکدونالده. این بیشتر از غذاست، بیشتر از ساندویچه، یه پرچمه. اینجا دیگه نماد یه چیزی بیشتر از اون کالای ملموسه، یه معنای فرهنگی داره. به طور طبیعی اگر تسلیم فرهنگ مقابل شدیم، راه رو هموار کردیم برای همه تسلط‌های دیگه. بابا همبرگر که دیگه ترس نداره، پرچم کدومه؟ این همش اینا، 2 تیکه نون و گوشت و همبرگره. خب باشه، صبح رفتی همبرگر خوردی، احساس کردی استکبار داره تو خونت تخت نرد میزنه، مشکلی نداره که بعد از اون میری یه سر قهوه خونه شکمسرا، یه آبگوشت بزباش ضد استکباری میزنی، بعد هم با 2 تا پیاز مشکوب مشتی در دهان یاوه‌گویان شرق و غرب میزنی، بعد هم با گوشکوبش میکوبی تو سر هر چی فست فود تهاجم فرهنگی، تموم میشه میره دیگه. احسنته که ببینید ما امروز عادت کردیم به فست فود، عادت نکردیم به اون آبگوشتی که مادر بزرگامون برامون درست میکردن. نه وقتشو داریم، نه هاضمه‌مون میتونه آبگوشت رو بخوریم که خیلی سنگین شدیم، اذیت میشیم. دیگه خانه از پای بست ویرانه. وقتی آخوندا خودشون عادت کردن به فست فود، یعنی چراغ سبز رو به تهاجم فرهنگی و مکدونالد دادن دیگه. خدا حافظ فلافل، سلام مکدونالد. در برخورد اول شاید طنزی بود که در فضای پس از مذاکرات با ورژن‌های مختلف ساخته شد، اما گویا در تصور دوران پسا تحریم گاز زدن یکی از ساندویچ‌های مکدونالد برای برخی دور نیست در ایران، به ویژه آنطور که در این چند وقت برخی رسانه‌ها از ورود برندهای آمریکایی به کشور می‌گویند و مکدونالد یکی از آنهاست. خب بذارید ما مرور کنیم تا اینجاش. پازل داره تکمیل میشه. تلفن به علاوه توافق هسته‌ای به علاوه باز کردن سفارت به علاوه مکدونالد، تمام پروژه نفوذ خودشه. آمریکا در پروژه نفوذ خود از هر 4 فاکتور تغییر در یک جامعه بهره گیری کرده و خواهد کرد، اما مسئله آن است که توافق هسته‌ای، مکدونالد، علوم انسانی و انتخابات‌های پیش رو چه نقشی در این پروژه بزرگ آمریکا بازی خواهند کرد و چه راههایی باید به سوی آمریکا بسته شود. آقا این انقلاب نارنجی شنیده بودیم که، انقلاب مخملی شنیده بودیم که، اما انقلاب مکدونالدی دیگه شورش در آورده. چی هسته؟ اگه منظورت خیارشور داخل مکدونالد، این یه چیزی، اصلا مگه تا حالا چنین چیزی بوده؟ والا من خودم زیاد علم مکدونالدی ندارم، من سوسیس بندری رو ترجیح میدم، اما ظاهرا خود این یارو خامنه‌ای خودش تو حوزه تحقیقات مکدونالدی داشته. یک طرح همه جانبه آمریکایی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی طراحی شد و این طرح بازسازی شده است
از آنچه که در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. یک مدتی گذشت، سیل تبلیغات غربی و فرهنگ غربی و نمادهای غربی، سمبل مکدونالد و نمیدونم راه پیدا کرد در شوروی. قضیه مکدونالد و خود آمریکایی‌ها در همون روزها، بنده در خود مجلات آمریکایی در تایم و نیوزویک همون وقتا خوندم که از اینکه قهوه‌خانه‌های مکدونالد در شوروی در مسکو رواج پیدا کرده، اینا به عنوان یک خبر مهم یاد کرده بودند، به عنوان پیشاهنگ فرهنگ غربی، فرهنگ آمریکایی در کشور شوروی. دیگه وقتی خود خامنه‌ای وارد میشه و کلمه مکدونالد بر زبانش جاری میشه، دیگه معلومه که این مکدونالدیزیشن شوخی نداره و قضیهش بیخ داره. آقا ببخشین دقیقاً کجاشه این بیخش؟ تو سسش هسته، تو پنیرش هسته، تو گردی همبرگرش هسته. این از کجا نفوذ میکنه آخه؟ اینجا دیگه باید برید سراغ کتاب مشاور شیخ فری که تو یه جمله کل این پروژه رو برای نظام خیلی مشروع و تئوریزه میکنه. نوشته آقای دکتر سریع القلم مشاور ارشد رئیس جمهور مراجعه و آن را از بر کنند. نیاز اصلی امروز کشور توسعه است. برای توسعه یافتن باید با قدرت‌های بزرگ غربی از جمله آمریکا و آلمان پیوندهای عمیق داشته باشیم. قرار گرفتن بر مدار توسعه غربی نیازمند ورود در فرهنگ غربی است. مانع اصلی عدم ورود ما در فرهنگ غربی قانون اساسی ما و تعصب بر فرهنگ اسلامی است. لذا آنها را باید تغییر و به فرهنگ غربی تن داد. ته حرفش اینه که بابا با یه همبرگر شروع میشه، یه گاز تو بزن، یه گاز اون بزن، یه خورده من بده. ته خط میرسه اونجا که استکبار جهانی نفوذ میکنه، میاد تو ستاد انتخاباتی مکدونالد را میندازه. این توافق باعث تاثیرگذاری در انتخابات برای جریان خاص خواهد شد. برای این حضورش رو جدی میگیریم که دخالت مستقیم داره در کشور میکنن. ما حضورش رو جدی گرفتیم. قبل از اون هم حضور طرف‌های غربی در برخی از توافقاتی که خدا نکرده اتفاق افتاده باشه در گوشه کنار این مذاکرات، اونها هم جدی میگیریم، چون که تقریبا سابقه نداشته رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا به نفع جریان سیاسی در داخل کشور ما اظهار نظر رسمی کنه. مثل که آقای روحانی برگرده در ایران بگه که ما این توافق اگه امضا نمی‌کردیم آقای اوباما در مقابل جمهوری‌خواه شکست می‌خورد. همین قدمته. تا اینجا هم پروژه نفوذ رونمایی شد، هم نقشه باند کوسه. حالا بریم اینور ببینیم خامنه چطور میخواد جلوی این نفوذ رو بگیره. نیت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله‌ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست. چطوری بستن؟ در ساندویچی رو بستن؟ نه، جنگ نرمو با یه جفتک فرهنگی پاسخ دادن. ترانه درست کردن به زبون اونوریا که قراره تو فضای سایبر نفوذ کنه تو دل استکبار. بله، اینجور که به نظر میرسه تو خیابون بنبست نظام قراره که یه طرفش مکدونالد بزنن، یه طرفش هم این ترانه رو پخش کنن. حالا وسط خیابون هم یه سری واسه خودشون گیج بزنن و اینکه دیگه کدوم ور میخوام برن دیگه خلاصه بمانن. بابا دکور برنامه رو چرا برداشتی؟ بذار من این همبرگر که هسته اینو رو بزنم ببینم این استکبار از کجای دلم نفوذ میکنه. واسه این مکدونالد نی که. و چیه؟ راست این نعنا و جعفری هم توش داره که. بابا خودم درست کردم اصلا. بابا تو یه نیمرو هم نمیتونی درست بکنی که بعد میگم بذار من همبرگر رو بخورم. دوستان خداحافظ. ناخوشمزه.